ولی هم نسخه‌های خود منم بگو که هیچ گام نداره تورات نمیشکنه در دروی مسجد نو سامه زنم کمک کی گفتن گله من کمه برداره در تشبیه بکنه در صف بیسته خزادیان صورت فردوسی را در دیوان همه خانه سوخته این نسخه‌اش همه توف کردای نسخ در عدل پیشونی فردوسی زده او بلند ایده قدرت یا 2 متر بلند ایده اورا این تا پست نمیشه اون پژو گرفته توف کردای یک روز استودنتا چخچخ دوران یا تاش گفت که من در تئاتر لاهوتی نوساتف کردم کو چیه یاتش کو من در گم نوساتف کردم گومی مسکوای کو با یاتش گفت که من نوسا زدم در اتوبوس 18 سوار شدم او وقت هم اتوبوس استودنت اتوبوس 18 بود ای بدن اساس تو همین چرا میوار تو گپرازیم سوار شدم میگه که آدم بسیار دیگه نه طرفی در رفتن میتونم نه طرفی تریزا این کاروسای پیش همین خیلی گرمه بود از زمستان اوقات تپیکش میکردم بسیار وضعیتم بزیب شد میگه کم کم در حلقم رفت من نگاه کردم یک کس میگه پالتو پوشیده کیسه پالتوش هم تک شد لبی کیسه را تکم در کیسه هم پوش کرد آخر اینوست با خدا همین میشه گفتم برای تکداگی جو خونده چه خیلی همین کدوم همین 70% توجیکستان گارانتی میتونم ای کالون مایده ای هوجی و تومولوی یا خیلیش نوز همه کجا سه بچه که داری نماز خون باید سوال یک جواب شنیدیم برای هم گفتم که من گفتم که طوری نیست حرام های مکروه های با سیگارت نوز داوطلب دست رو کنه کدومش حرام های کدومش مکروه هر داکی نوز مکروه میگن یک چیزی که ظلم نکه حرام های یک چیزی که حرام حرام مکروه شکه همین نوزی که یک علما بوده که همین حرام حالا اردو اگه خیلی اول همین مکروه جا بگیم ما این بافته علما نیست تجربه مکروه یعنی نپریاتنی نری کمندوی مینات روسی خاطر و وقتی که حرام شد ندازولی نمیشه عموما منعیه انا که همین مکروه داخل میشه همین نری کمندوی می داخل میشه یا تیجه است که مکروه تحریمی ای به حرام نزدیک ای دودری حرام ای برو قطعا باید نکنن سری رخش بگیرن یکیش هست مکروه تنزیهی یعنی به حلال نزدیک ای بهترش نکنن نه که اگر کردنم رئیسیه شد این رنگی بوهای سیده مکتب ده مگذاری کن ایسی نه که بهترش بوهای چور بگیری او مکروه تحریمی را باید که مردم نکنن اگر نماز با کراهیت تحریمی ادو شوه نماز ایسری نو ایوده کردن واجب می شوه میفهمی؟ تحریمش این امتری معنا داره برایش تحریمی گفتن حرام نگفتن برای که حکم حرامه فقط شارع حق اعلان کردن داره ای پیش خود هیچ که حرام حلال گفتن نمیتونه اینا خدا و پیغمبر حلال حرام تعیین میکنن همدستی اگه این خونه سوتای تماکو دا بیوی تماکو اصلا مال این سرزمین ها نیست ای بچه ها اولی همی بگن حضرت گفت بر کارندش لعنت فلان و بیسمدان و همین تماکو فقط در قطعه امریکا میشیده است رنگ جواری مکه رنگی کارتوشکا او هم یورا هم جو وردن قطعه امریکا را کریستوفر کلمب سال 1492 کشف کرده است او بیچاره را خیال کرد که هندوستان رفتم نفهمید که یک قطعه دیگر را کشف کرده است برای چی امریکاش گفتن برای که بعد از کلمب یک شخص به نام امریگو وسپوچی اثبات کرد که نه این کلمب یک قطعه نه و کشف کرده این هندوستان نیست به نام همو امریگو وسپوچی را گرفتن امریکا اعلان کردن نه باشه کشفش همین کلمب است انا که تصور کنه که بعد سال 1492 همین تماکوی خونه سوخته را آوردن تماکو را توتون میگفتند توتون اول یوروپا اومد از یوروپا در اسلام انا باری اول در استانبول اومد اسلامبول قطعه یوروپا ای کو ولی همین ترکیه یک قسمش یوروپا داره خود این همین شهر استانبول در قطعه یوروپا داخل میشه یا وقت کنستانتینوپل نام داشت پایتخت امپریای ویزانتیا بود روم شرقی همینجا در زمان سلطان سلیم یک در اومدگی سلطان سلیم یک یوز پدری سلطان سلیمان خلیفه یکم عثمانی سلطان سلیم یک در میان همین سلطانای عثمانی اولین خلیفه است این شخص سال 1517 وقتی که مصر فتح کرد مصر ضبط کرد آخران خلیفه
عباسی مقیم مصر متوکل سیر یافتن نزدش آوردن بیعت کرده خلافت از عباسی ها و عثمانی ها گذشت برای یکم خلیفهش میگم همیده همین با مجرد در اومدن سلیم یک اعلام کرد مقصد به شیخ الاسلام مراجعت کرد گفتن حرام توتون حرام ای ولی کتابی دارالمختار ببینه امام حسکفی اما آورده است توتون میگه توتون حرام ای میگه و دلیلش آورده است که برای چی حرامش گفتن اولا ضرر داره هر چیزی که در اسلام به انسان ضرر میرسونه حرام ای یک قاعده طلایی است در اسلام لا ضرر ولا ضرار ضرر دیدن و ضرر رسوندن به کسی حرام ای این همین شیشه خوردنش حرام اصلا بگیرم شیشه در ترکیبش یک چیزی حرام نداره قم داره اصلا همین قم ریگم طریقتی میکنن نه که خوردن همین شیشه حرام ای برای اون که زیان میرسونه ممکنه که مثلا معده را زخمی کنه امکان داره که انسان هلاک کنه چرا زیان ضررش ده همین خاطر حرام ای را خوردنش گفتن همین تماکو را مادام که به انسان ضرر میرسونه حرام ای دلیل دیگم اسراف مال ای خداوند گفته است لا تسرفوا اسراف کاری نکنه چیزی که سیرت نکنه نپوشاند این خونه سوخته فقط همین صرف مال ای ولی یک سیگارت کشی هست که نوشیگریش هم پولی که در سیگاری صرف میکنه در شکمش صرف نمیکنه در شکم فرزندش صرف نمیکنه دلیل سوم بدبو ای بوی بد داره حضرت صلی الله علیه و سلم شخصایی را که چسناک و پیاز میخوردن از داخل شدن مسجد منع کردگی ای من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا ولیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیته حضرت میگه کسی سیر یا پیاز میخوره پیازی خام از ما دور باشه از مسجد من دور باشه در خونش بشینه یه بچه سیر و پیاز یا نعمت خدا ای را اگر نخری یک کسلوی هسته که بود دندونات همه سینگه میشه همه دندونات میریزه در جایی هسته که قیمتی همه چی را بالاتر ای وقتی همه را به خاطر بوش در اسلام حضرت منع کرده است خدا بگیره ای تماکو را که از بالای خدا پشه در بالای تماکو نمیشینه اهمیت داده هم پشه فقط در بالای گه میشینه در بالای تماکو نمیشینه خیلی همه را مقصد استفاده میبرن و نهایت دلیل چهارمش میگه که اولو الامر حرامش گفته است اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اولو الامر سلطان خلیفه مسلمانان حرام شده است اگه دعوا در اطرافش بسیار است خدا رحمتش کنه ابن عابدین شامی را در رد المحتار همین خامی تماکو کشا را پشتیگیری کرده که کم کم دیلم در شبه رفت که همین خدای نکرده همین خودش سیگاریت کش نباشه مکروهی طبعی مکروهی شرعی نیست گفته و این طریقه پا زیان و ضررش میگه و پروسی اتنسیتیل نیه یخیلو دا زیان داره یخیلو دا فایده داره رنگی همون گپوش تعلیم واری آخی این گپو خدا راستی این به عقل طوری نمیگه خب تماکو ده نوع بود وقتی که همون اومد تماکو را ده خیلی استفاده میبودن کوریتیل نی بود دود میتنکو این را همون ایندیسو میکشیدن تروب کمی را کشیدن و نیو خطیل نی یک نمود دیگه هم تماکو را میدن میکردن و دبنیوشو فخ میکردن فخ میکشیدن همین ده نمود مشهور بود تماکو کوریتیلی و نیو خطیلی تا عصر 19 را تماکو همین ده نمود اومده ولی کینوهای اروسی را ببینه هم دورهای پوچهایی را نشان میتن که کیسه دارن مخصوص یک تبکر کوت کیسه دارن ایدروش کم تلق میگیره دبنیش پر میکنه و اقصا میزنه با هم کیفش هم میگیره سال 1862 روسیه یک قسمی بگیم همین امارات بخارا را ضبط کرد گرفت ای جمله سمرقند را گرفت فرغانه را گرفت خوجند را گرفت همین دکو را ضبط کرد گرفت در فرغانه علاقه این فرغانه اویز شده بود اویزدی فرغانه گوبرنیای ترکستان روسیه پوچوی شده بود اگه مردم خطی همون اروسا معامله میکردن شیلخیز میکردن مردم فرغانه را خطی شو همکاری میکردن و دیگر یارو رفیق شدن بعد بعضی فرغانه چیون از همون وانیای جورش میرفته است بعد میگفته است که ناس
نوس با روسی بنی میشود یعنی هم لعنتی را که دبنیت پر میکنی که نیو خاطر نی ای همو بتیم نوس با او میریختاست میدو دستش این مردمی مو با فخ سیر نشوند و تو نچیشن ایواشو نمیشکنه یو گرفتن او را در تای زبان پرتفتن که او کیف نداد با گرفتن ریشه درخت کوشش کردن آهک کوشش کردن میزک کوشش کردن این همیشه دیگه نوسی پدنالت نوس وطنش فرغانه های تا با امروز مکان اساسی نوس فرغانه های بچه ها این همی نوس فروشای ما را یا بپرسیده نوس شیرش ای فرغانه میوید خلطه حتی همون زمانهایی که رای ازبکستان بستگی نبود اون کریم همه را بسته بود همه را کنترابند کرده به خر به اسپو هم تریو میگذروندن خلطه این را میگیرن میشورن آبش میدوزن هم تریو میشورنش و میشود نوس این همین نوس اصلا کلمه روسیه خدا بگیرش بعد همین انا که بعد همو در تای زبون پرتفتنکش همین فرغانه سرشید ولی در همه مردم همین فرسابون نوس نیست این همین اوز شمیانه در نوس یک قسمی افغانستان ده همین هم همینجا گذاشتن بیایی یک قسمتی مایده که ایران ده دیگه هیچ جدا نیست ای پا وطنش همین فرغانه همین بگو که تا امروز همین فرغانه میارنش خب حکم شکی ها این همو سرب گفته استیم اگه در بورای طبق گفتیم که احکام بود نکی در بورای نوس باری اول والله اعلم شاید در همین فتوای دارالعلوم دیوبند فتوا اومده بیایی که حکم نسوار چیه؟ میگه مکروه تحریمی یعنی دودر حرام حکم سیگار چیه؟ حرام به خاطر اون که سیگار دود داره دود طعام اهل دوزخ ای استعمال دود حرام ای انا اگه وقتی که همون دود میخورن حرام ای اما نوس دود نداره که در تای زمان میپرتوینش ایامی خاطر به خاطر اون که دود نداره گفتن که مکروه هست نه که مکروه تحریمی ای دودر حرام به خدا قسم اگر همین نوس و سیگاری در زمان پیغمبر میشه این همه قسم حونیسی خورده استم همین حضرت مطلقی را حرام میگفت همین قدر بوی بدش شو میدید او یک پیغمبری زیکه و نازنین ما داریم طیب و افواهکم فانه طریق القرآن اوه دهناتون تازه و آزاده نگه بداره میگه که این راهی برآمدی قرآن نگاه همین دهنه به همین سیگارت ناس آلوده کنی آخی از برای خدا حضرت صلی الله علیه و سلم همین شیر نازنین هم میخورد دهنش مسواک میزد میشست سوالش کردن گفت این له دسم شیر دسم داره روغن داره شیر ژیر داره که در ترکیبش او صدقه شیر بشه هم خبوی خوشی پریاد میداره که رنگ او دهانی کودک شیرمک بو میکنه و تریاقی نکید ببینه حضرت با درجه زیکه و نازک بود که همون شیر هم میخورد دهنش هم میشست اصلا حضرت بسیار دوست میداشته است همین بیبی زینب مادر زینب بنت جحش برادرش یه روز میگه اصلش میاره عبیدالله ابن جحش ماشاء الله علم در یک کوزه اصلش میاره یه حضرت درک داشت که در خونه بیبی زینب اصل های هر سحر میدرومده است میخورلش یا میخوره مادرای دیگه اونا رشکش اومد بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها با بیبی حفصه مراجعت کرد گفت که همه حضرت که اومد من میگم که دهنت بو میکنم بوی سمخ بوی شریش درخت دیده سمخ داره شریش داره انم درختی خرمارم انتری شریش داره ما مایدهک بدیم کلی کم بود اگه جایی سوپر کلی خاک بالا بود اونا شریش هم میگرفتیم بعد ورق را کلی میکردیم فرفرک میکردیم کلیش میکردیم همون یه بوهاک داره همون شریش همیه داده باشه و حضرت میگه نازی بیبی عایشه اومد بیبی عایشه گفت چی خوردی دهنت بوی شریش میکنه گفت خدا قسم من فقط اصل خوردم نازی بیبی حفصه اومد وقتی این تصدیقش کرد گفت والله دیگه اصل نمیخورم میفهمی این نعمتی الله که آخه خدای تعالی را وصفش کرده است فیه شفاء للناس میگه در اصل برای مسلمانان برای مردم شفا است همین را قسم والله خود که نمیخورم ولی سوره تحریم خداوند میگه چرا چیزی را که خداوند برای تو حلال گردونده تو بر خودت حرام میگردونی اشاره به این نمیای عیب نیست که دعوا کنیم که ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم
پیغمبری که حضرت میگه لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاه او عند كل صلاه. اگر بر امت مشقت نمیشید در هر نماز امر میکردم که دنداناشون مسواک بزنن. حضرت میگه جبرئیل امین همین قدر در مسئله مسواک سخت گرفت که من گمان کردم که شاید همین مسواک زدن فرض شود. آخران عملی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حیات زندگیش کرده است همین مسواک است. حتی قوت نداشت که همون مسواک بزنه. بیبی عایشه مادرمان زد همون مسواک به دنداناش خواهید نرم کرده. دندانای حضرت صلی الله علیه و سلم مسواک زده است. فقط شرم نمیداری آخی از برای خدا در حرکت تحرک پیدا شود جای در نیست. نه که دیگه دلیل قطعی اثبات کردن نمیشود. آخه با این مردم جاهل بگوی که با دلیل شرعی اثبات نمیشود خونه سوخته میکشنش. مشکل در چی؟ با خدا قسم در حرم میبینی در صحن حرم سیگارت کشیده سر بعضی ابلهاش. و برای هم طریق فتوا گرفته است که در شریعت یگان دلیل نیست که تورات بشکنه. ولی هم نسخشای خودمون بگو که هیچ هم نداره توراتت نمیشکنه. در روی مسجد ناس همه زنه و قومت که گفتن گله من کمه برداره در تشبیه بکنه در صف میسته. هیچ چیزی نیست که به یه همونه ایرا گفتش بشود. شخصایی که نوس میکشن یا پاپیروس میکشن مدام که نماز اولش که بس کنن اگر نمیتونن پیش هر نماز طهارت کنن طهارت خالی رم نه دندان یا با زبونای پسته یا مسواک تازه کنن نباشه نمازشو با کراهیت ادا میشود. کراهیت تحریمی یگان ثواب حاصل نمیکنن نماز خوندنشون. یعنی چه گپی نمی در شریعت بعضی احکام هستن مثل سد ذرایع گرفتن جنایت پیش از واقع شدن جنایت. یا وقت ما استودیم بدیم هم جزیره دا میخوندیم کورسیده بودیم والله علم هم جزیره کورسیده ما سرشدگی سال 82 قناه دیوال صورت فردوسی حقوقی شدگی اونم چی میگن شما شورچلی که گفتیم اون کوبیکایی که برای زیب زینت میزدن کار مزایکا زدیان صورت فردوسی را در دیوال همه خانه سوخته این نسخش همه توف کده نسخ در عدل پیشوری فردوسی زدن. اون بلند ایده قدرت 2 متر بلند ایده او را این پست نمیشه اون پریجا گرفته توف کده چیکار کده دورت رکتر میویا هم جزیره رکتر وقت طلبت نظر افتاد او یا وقت وزیر کار خارجی را شده بود تو رحمت رفته بوده همون میویا میبینه همون را همین اودیتوریا با اودیتوریا گشت نوس گفت اینمی کسی را که قپیدن اسکلوچتش کردن بسپرا و نوستن اولیدی برای همین نوس همین قحق می نوس سخت بود که دیگه ای ترسد از توالت را کشیده نمیتونسته همین خیلی سخت بود. اگه بچه خودی دیگه پا گفتم اصلا همین چیز ایلی آداب نیست دو همین کشیدن این نوس همین پاپیروس چه همیت دانو خدا. یک روز استودنت ها چقچق دوران یا تاش گفت که من در تئاتر لاهوتی نوساتف کردم. گفت این چیه یا تاش گفت من در گوم نوساتف کردم گومی مسکوای کو. با یا تاش گفت که من نوس زدم در اتوبوس 18 سوار شدم. وقت هم اتوبوس استودنت ها اتوبوس 18 بود. ای ودان اساس تو همی چرا می آورد تو گپرازیم سوار شدم میگه که آدم بسیار دیگه نه طرفی در رفتم میتونم نه طرفی تریزا این کاروسای پیش همین خیلی گرمی بود از زمستان اوقات تپیکش میکردم بسیار وضعیتم بزیب شد میگه کم کم در حلقم رفت من نگاه کردم یک کس میگه پالتو پوشیده کیسه پالتوش هم تک شد لبی کیسه را میتکردم یک کیسه هم پوش کردم آخر اینوس با خدا همین میشه یک خش دوره مول حیات ها این همی سری جری کلوب دارم میشینم خش تبوری مادر مونه بچه تقوی رحمتی مادرم بود استودیم بود در خونه ما خوب بود این همی قضا خوندم نسکش بود همه خونه ها بود در مهمون خونه خوش کردیم از برای خدا خشش نمیدودن که اقلا همه نوس آیدانی تریسا کنم با خدا قسم در تای قولین نوسا توف میکرد او وقت قولین کم نبود قولین ها این همی قیراقون بود کم بود اخی مگزین یفتنش قیم بود آنها ای پدر ما به حد شو میدیدم این نوسا اگر میدیدم اون کراکو یک ساعت دیگه معنیش نمیکرد میزد سرش میکرد همه اوچه رحمتیم به خاطر آن که پدرم نفهمه کم کم با ما را پول میداد یردمش میکردم هر روز گلیم همه برورده میتکیدیم میشوش طول ای با خزمین بوشاقلان
بیعقلی را بیده یا جو مهمونی تو خو میرای و خیلی در روی پول تو چخیل نوسا تخفیه کنی دیگه مردم بی‌پروا میشوند نه بخدا مردم ما ایتاری چیزا رو نمیفهمند هم گپو رو نمیفهمند بگوی که تورات نمیشکنه میگم که در صحن مسجد توف میکنن ایتانه که در صحن مسجد همی توف عادی جنایت حساب میکنن کفاره داره همو چی برسه بناس ایمی خاطر نه فقط باید تورتی توزه کنن بلکه در همه حین تورات دندانا را با مسواک یا با زبونای پست بشوان که دهنشو بو نکنن سبب آزار مردم و ملائکه نشوند فهمو